مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند یکی از مؤسسه‌های پیشرفته در شهر بوده. نقش آن در تعلیم و صاحب کسب نمودن نسل نورست خیلی نظر است. وابسته به نقشه تعلیمی در اینجا امتحان ختم با نظام جریان داشته. ختم کنندگان اختصاصی مهندسی برقی اوید به تعمیر تجهیزات‌های برقی و خدمت رسانی‌های آن امتحان ختم را با موفقیت سپاریدند. در هفته امتحان معلوم گردید که ختم کنندگان برای سپاریدن امتحان ختم همه جانبه آمادگی دیده و با سوال‌های از جانب کمیسیه امتحانی داده شده به مشکل جواب می‌دادند. همزمان از فن اینفرماتیکا نیز امتحان در سطح بلند برگزار گردیده و حاضر جوابی شاگردان باعث خوشی استادان گردیده است. از اون ماموریت لیسه کسبی تکنیکی و از اون شخصا از اون دیرکتر عبدالحلیم قادری شما رو با اولین امتحان دولتتون تبریک نموده برای شما با باری تمنا میکنم و میخوام که اتستات دولتی رو با باهای خوب و اعلی سپارید. همین طور معرکه مهم سنجش دانش طالب علمان در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر در سطح بلند گذشت و گروه جوانان با دانش مکمل به ساحه‌های مختلف راه خط گرفتند. گزارش مرتبه رحمانووا و اسماعیل جان خالوف از لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند برای برنامه اطلاعاتی پیغام.